ولی متاسفانه یک گروه در بین ما پیدا شده است دعوای تصوف عرفان میکنن و به حد جاهل هستند که به قبر پرستی مبتلا گشتیان، قبر پرست شدیان، خدا پرستا قبر پرست شدیان، مسجد روها قبرستان رو شدیان. افسوس صد افسوس. و دلیلشو چی است؟ میگن شیخای ما و پیرای ما دلشون میلرزونن. کش ما دلتون بلرزونه. یک نفرش گفتم خدا جان تماس کنه، رقص ها تمام اعضای بدنشون میلرزونن. حیفی نیدی؟ بعد همون رقص ها رو هم پیر میگیره، شما شیخ میگیره. اگه ای سر تمون به عقلای به فراست. در دنیا هر یک ساحر جادوگر است، خاصتا در هندوستان همین مگه های هند یاگه ها حیله های میکنن. در جا ششتگی در تلویزیون نشونش میتن، همون کرسیش از زمین یک متر میخیزه. بعد در پیشش سجده میکنی که این کار دیگر رو کردن نمیتونن. سبحان الله. حضرت امام شافعی گفت اگر شیخی را دیده که در آسمان میپره یا در بالای آب میدوه قدمش تر نمیشوه، مغرور نشوه به او. شما اول ببینه که متابعتش به قرآن و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا چه حد است. گمراه نشوه. ما هم تاکید میکنم که بچه عزیز گمراه نشوه، احمق نشوه. اکثر مردم از مسجد بیگانه میکنن. اینو شخصی که قوم مسجد است آیسته آیسته گم میشود، دیگه از جماعت دور میشود. چی کار میکنی؟ در خانه میشینم ذکر میکنم. و ذکر در سرت مونه، ذکر در مسجد بیا در پیش مردم بکن. دین جماعتی ای. خب قصه خودمون دوام میتیم که وقت مکم است. قصه کوتاه. وقتی که حضرت عیسی شناختش گفت این انتی خریست است، دجال است، بر ضد حضرت عیسی شور و شر برداشت. آخر الامر کار به حد کشید که حضرت خداوند عیسی علیه السلام به آسمان برداشت. شما میدونه این قصه را. و بعدا با شروع کرد در میان مردم نصرانی چنان فتنه های انداخت که امروز دین نصرانیت به 10,000 فرقه های متفرقه جدا شده است. ولی یهودی ها خدا را یهوه میگن. یهوه در بعض روایات شیخای ما اومده است که یهوه یکی از نام‌های ابلیس است. ابلیس پرست شو کردیان. تمام کوشش برای چی است؟ ما زمین باید آماده کنیم تا وقتی که همون مسیح یعنی همین دجال می آید او را به خوبی بپذیریم، قبولش کرده بتونیم. چرا در دنیا پراکنده می شوند؟ به اختیار خود می شوند؟ هرگز نه. یک برادر حاجی قصه کرد، حاجی فیض الله خدا عمرش دراز کنه، گفت در همین افغانستان با وجود همین قدر جنگ هایی که بود، در زمانی حتی همون طالبان اومده بودن جنگ ها بود، در غزنی، در شهر غزنی بسیار یهودی ها رفته بودن، به نفرش مانده بود، برای همون سینگاگشون نگه داشتن. این همین قدر جنگ ها اونا در همون شهر بودن. در تمام دنیا نماینده هاشو هستند. زیرا که مکانی که امر فرمانی دجال به اوج میروه همین سینگاگ است. عسکری دجال هستند بنی اسرائیل. متاسفانه اکثریت چو خودشو نمیدونن. وقتی که امر شد که فلان جا کش بره، حتما میروه. او دیگه حقوق سرکشی نداره. چرا امروز ما حسد میبریم که این قدر اینو به مرادهاشو میرسن، در کجای چی کاری بخواهم بکنن؟ زیرا که یک کماندیر زنده دارن. کماندیر اینو دجال بسیار زیرک است، بسیار با تجربه است، ثروت دنیا را همه را در زیر تصرف خود در آورده است. شاید کسی سوال کنه که آخه این دجال نخواست 3,500 سال زنده مونه، چی جای تعجب داره بچه‌ها؟ چی جای تعجب داره؟ وقتی که خدای تعالی به ابلیس علیه لعنه مهلت داد
تا قیام قیامت زنده میمونه. در صورتی که دیگر جنها تولد میشوند میمرن، ابلیس سبب اینه که تا روز قیامت زنده است. وقتی که خدای تعالی به حضرت عیسی علیه السلام مهلت داد، حضرت عیسی زنده هست، ولی قبل از وقوع قیامت حضرت عیسی به زمین میآید و این دجالی بدبخت به قتل میرسونه. پس چی جای تعجب داره که خداوند متعال به یک شخص به خاطر فتنه مثلا همین 3,500 سال 3,000 سال عمر نده. ما و شما اکثریت ما الحمدلله میگیم که خضر علیه السلام زنده، حضرت خضر هیچ جای تعجب نداره. در حدیث اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند، حدیث ها صحیح ترین حدیث هستند. از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت ابو سعید خدری روایت کرد، گفت یأتی الدجال و هو محرم علیه ان یدخل نقاب المدینه. وقتی که دجال میآید میگه اندک پیشتر بدویم، وقتی که دجال میگه میآید یعنی آشکار ظاهر میشود، خچه آشکار نعوذ بالله پیغمبر اعلان میکنه و بعدا خدا اعلان میکنه. خدای تعالی بر او حرام گردانده است از سرحد مدینه عبور کردن. دجال تمام ملک ها را تصرف میکند غیر مکه و مدینه بر روایات صحیحه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و غیر دمشق که در اوجا مسلمان ها تحت سرپرستی مهدی در محاصره بودن. میگه تمام ملک سرزمین ها را ضبط میکنه. اگه دجال میگه مدینه میآید به خاطر تصرف مدینه، اما خداوند از بس حرامش گردونده است در اومده نمیتونه. در روایت اومده است حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لها یومئذ 7 ابواب علی کل باب ملکان. در همون روز مدینه 7 در داره، در هر درش 2 ملائکه خدا، 2 ملائکه پهلوان قرول ایستادیان که دجال ندروید. وقتی که دجال نزول میکنه در نزدیکی مدینه، یک مرد از شهر مدینه خارج میشود. حضرت میگه هو خیر الناس، بهترین مردم به در عصر زمان. میآید نزد دجال، به دجال مراجعت میکند، میگوید اشهد انک الدجال الذي حدثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثه. من گواهی میتم که تو دجال هستی، تو همون دجالی بدبختی هستی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث او را به ما کرده است. دجال با گرد اطرافیاش مراجعت میکند، به مردم حوالی مدینه مراجعت میکند. وقتی که دجال نزد مدینه میآید در حدیث اومده است که 3 بار مدینه میلرزه، سخت میلرزه. تمام فاسقا و منافقا دیگه شهر را ترک میکنن از ترس دجال. نه، مدینه منوره برای خارج ساختن این همه حرامی ها، این همه فاسقا و منافقا میلرزه. دجال به همین فاسقا مراجعت میکند، میگه ارایتم ان قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الامر. ببینید میگه اگر من همین مرد آوازی بکشم در پیش چشم تو، بعد از نو زندش کنم، آیا شما نعوذ بالله در خدایی من شک داره؟ شک میکنید؟ در جواب میگن نه، اگر بکش زندش کنید ما میگیم تو خدا هستی نعوذ بالله. فیقتله ثم یحییه، میکشش از نو زندش میکنه. میره استدراج میگن. وقتی که زندش میکنه این مرد به دجال نگاه میکند، میگه والله ما كنت فيك والله ما كنت فيك اشد بصيرة مني الان. قسم به خدا میگه یقینم باز بیشتر شد که تو همو اعوری کذاب هستی، تو همو دجال ملعون هستی. این هر قدر که دجال کوشش میکنه دیگه کشتش نمیتونه.
امام مسلم حدیث آورده است و در پایانش میگه و قال ابو اسحاق یقال ان هذا الرجل هو الخضر علیه السلام. میگه ابو اسحاق یکی از راویای حدیث ابراهیم ابن سفیان گفته است که همون مردی که بر ضد دجال برآمد و با دجال مراجعت کرد من گواهی میتم که تو دجال هستی، این خضر علیه السلام بود. آن همون لحظه ده خضر علیه السلام به شهادت میرسه، شهید میشود. پس چی جای تعجب داره که اگر دجال عمری مدید دیده باشه؟ این جای عجابت نداره. خب قصه کوتاه، وقتی که نصرانی ها را متفرق ساخت، فتنه و نیرنگ های زیاد کرد، آخر الامر مانده می شود. به خاطر استراحت به همون جزیره ای که در اوجا بزرگ شده بود کشتی سفر بر کرده و می رود. وقتی در ساحل فرومد کشتی ها را رخصت میکند، خود می آید که جاسوسا همراه 20 نفر ملائک خدا که به صورت آدم استاده بودند با زنجیرهای بسیار غوث منتظرشند، از دست پاش میگیرند، در همون غاره که تولد شده بود در همون زنجیر بندش میکنن، میبندنش. این ساعت تولد حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود. حضرت در همون وقت تولد شده است. مدت 63 سال دجال زنجیربند بود. امام مسلم در صحیح خود، مسلم میدونه نه بچه، انشاءالله قوم مسجد ما خوب میدونن، صحیح مسلم در پهلوی صحیح بخاری است. صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان حساب میکنن. این کتاب هایی هستند که در اینو یگان حدیث ضعیف نیست. یک قصه را آورده است، قصه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمیم داری. همین قصه جاسوسه که گفتیم من این را از خودم نمیگم، این از حدیث برای تو گفته استم. با گمان نکنه که همین فانتازیا کار در آورده و از خودش چیزی لق داره. منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای افسونگویی نیست برادرای عزیز. یکی از صحابه های پیغمبر با نام تمیم داری که اصلش از فلسطین است، حتی میگن که زاهد فلسطین اردن بوده است، بسیار شخصی بزرگ بود. این سردار نصرانی ها بود، یک کشیش بزرگ بود. سال 9 هجری میوه مسلمان میشود و در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه‌ش میکنه. در حدیثی در صحیح مسلم اومده است که فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت میکند، بار میگه نماز خواندیم در مسجد نشسته بودیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد همه را که در جهات بشینه، الا مصلاکم، هیچ که گفت از جاش تکان نخوره. بعد حضرت میگه بالای منبر برآمد، تبسم کرد، گفت میدونی برای چی من تو کردم؟ اینک برادر مو تمیم داری مسلمان شد، سال 9 هجری بود و این برای من یک قصه را کرد، یعنی همون چیزی را که من برای شما تحذیر میدادم همون را این به چشماش دیده است و ثبوتش برای شما بازم بیشتر و زیادتر می شود. و قصه کرد. تمیم داری میگوید در کشتی نشسته بودیم، سیری بحر داشتیم، ناخواست دریا طوفانی شد، کشتی من دیگر رهگم زد. وقتی که صبح شد و طوفان قرار گرفت دیدیم که در نزدیکی یک جزیره هستیم. همون زورقی که در پهلوی کشتی است زورق گرفتیم، در زورق سوار به جزیره خارج شدیم. کشتی های کلون به جزیره نزدیک نمیشوند، شما میدونید اگر پورت نباشه، زیرا که خوف اون است که یک خرسنگ کلان است در زیر آب، اگر در خرسنگ بزنه کشتی و زیرش سوراخ شود تمام او کشتی از کار میروید، سرنشیناش غرق میشوند. از همین خاطر کشتی در بین بحر لنگر میپرتوید، در همون جایی که مثلا چقر است بعدا در زورق ها سوار میبرویند. در زورق سوار میگه خارج شدیم،
با جزیره یک حیوان آمد بسیار پشمینه، حتی میگه سرش از قفاش فرق نمیکردیم که کدام طرفش سره کدام طرفش قفا، وقتی خم شده و علف میچری. حیران شدیم، گفتیم سبحان الله این چی هیکلی مهیبه. نخواست به زبان در اومد، گفت شما کی هستی؟ به زبان انسانی میگه، در جواب گفتیم ما یک قوم از عرب هستیم. تو کی هستی؟ با فکرم گفتیم تو شیطانی. نخواه گو گپ زنه. گفت شما به همین غار داخل شوه، در داخل این غار یک شخصی هست بسیار احتیاج به صحبت شما داره. ما از یک طرف ترسان که این شیطان نباشه یگان زیان ما برسونه، از طرف دیگر وقتی که این سخن شنیدیم بسیار میل رغبت ما بیدار شد. از این خاطر به غار میگه رفتیم، دیدیم یک شخص بسیار موی سری جنگیله داره، یک چشمش اعور با زنجیرها بسته شدگی در دیوار. نزدش آمدیم، گفت شما چی کسید؟ گفتیم ما یک قوم از عرب هستیم، از بنی لخم و بنی جزام. میگه سوال کرد که شما را به خدا قسم نخلستان بیسان آیا هست؟ گفتیم بله هست. گفت ولی خشک نشیدی خرمهاش؟ گفتیم نه. گفت تا زمان او نخلستان خشک نشود من آزاد نمیشم. سوال کرد از یک بحر دیگر، بحیره، از یک حوض دیگر که آیا آبش خشک نشیده است؟ گفتیم نه، آبش جاری است. از یک چشمه دیگر سوال میکرد، گفتیم الحمدلله مردم از آبش استعمال میکنن. بعد گفت پیغمبر آخر زمان برومد؟ گفتیم بله. افسوس صد افسوس وقت بود تنگ است، اگر من کلمه های حدیث براتون میگفتم خیلی راحت میکرده. گفت آیا گفت عرب ها تسلیم حکم پیغمبر شدن؟ گفتیم بله، در اکثر حالت تسلیم شدیان، ولی بعض قبیله ها ماندیان، اما اکثر کل علاقه تسلیم شدن. علاقه پیامبر صلی الله علیه و سلم حکمش در نیم جزیره عرب مسلط گشته است، حکمش پهن شدگی است. بعد گفتیم تو کی هستی؟ اینقدر سوال مو میکنی، تو را چرا زنجیر پیش کردیان؟ گفت من مسیح دجال هستم. مسیح دجال هستم گفت، و برای من خبر آمده است که تا زمان همون نخلستان نامرده خشک نمی شود، تا زمانی که همون حوض آب زمین فرو نمی برد، تا زمانی که چشمه نامرده خشک نمی گردد، تا زمانی که پیامبر آخر زمان ترک دنیا نمی کند، برای من آزادی نیست. اما من گمان میکنم که نزدیک آمده است وقتی آزادی. همه چیز تمیم داری با چشمش دیده است. نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، همه را قصه کرد و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بالای منبر ای را بیان کرد. پس من به همون شخصای مراجعت میکنم که میگن که دجال هنوز تولد نشده است. هی برادر از خواب غفلت بخیزی. و پیغمبر تمیم داری را نگفت که تو دروغ میگویی حالی دجال تولد نشده است. نه، گپی تمیم تصدیق کرد پیغمبر خدا، از بالای منبر به مردم بیان کرد، مردم تحذیر داد که هشتونه در سر تو بگیره. و با او کسایی که تو حاضر را بیچاره گمان میکنن که دجال در بالای خر سوار می آید و بعد یک تلویزور در دست شی من میگه که اگر پدر مادر تا نشان بتم نعوذ بالله بگن که همین خدا از قبول میکنه، در جواب مردم بیچاره میگفتیم بله. بعد تلویزور کلوچت میکرد دست یک گلوی خر، بعد صورت پدرش اون مردک میدیده است که میگفته است که بچم نعوذ بالله می خدای در پیشش تعظیم که او زمانو برفتن. هم مردم عصر 21 در زندگی میکنه. در یگان حدیثی که پونه اومده است، در یگان نسی شرعی ناومده است که دجال در خر سوار می آید، در یگان نسی شرعی ناومده است که تلویزیون در تای کشش می آید. برعکس
شیطان ها در خدمت چند. متاسفانه این هفته ما گپ تمام کرده نتونستیم، هفته آینده به اتمامش میرسونیم. من با شما صحبت میکنم که چه خیلی بین دجال و بین شیطان ملعون شرطنامه امضا شده است، یا همکار هستند، هم پیمان هستند. شیطان ها در خدمت دجال هستند و همون شیطان امر میکنه به شکل صورت پدر اعرابی بیچاره میشود. در حدیث اومده است. بعد میگه بچه جان نعوذ بالله یمی خدای عبادتش کن، مردم بین این شکل بین این نمود گمراه میکنن. از این خاطر این دجال و قول اصح هست. علمای بزرگ عصری بیست از جمله بدیع الزمان سید نورسی تأکید میکنه که دجال هست. علمای حتی زمانوی، علمای مسلمانی که به علوم دقیق سر کار دارن مثل هارون یحیی یا قصه نویس نیستن، اینو پوست رمان نمی نویسن، اینو معلمای متماتیک و خیمیا و فیزیکان. هارون یحیی حتی در اینترنت چاپ کرده است که آیا همین دجال پیدا شده است یا نه. بله میگه این دجال هست، دجال عمل کرده است. از همین خاطر برادرای عزیز احتیاط کنه. همه همین فتنه هایی که در جامعه برپا می شود همه به وسوسه و به دسیسه شیطان است. در مقابل ما دشمن بسیار خطرناک ایستاده است. دشمنی که سرور سرکرده آن دجال هست که تا وقت وقوع قیامت نمیمره. دشمن سردار دارد که بسیار تجربه ناک است. او انسان عادی نیست مثل ما و شما. تجربه 3,500 ساله داره و همین بدبخت در مقابل امت محمد صلی الله علیه و سلم ایستاده است و در شرطنامه‌ای که با همراه ابلیس امضا میکنن پونکت اولش همی است که امت محمد صلی الله علیه و سلم بالکل از روی زمین نیست کرده شود. نعوذ بالله. پس یگانه علاج مبارزه بر ضد این دجال ملعون و لشکر بدبخت بدتالی آن اتحاد ما و شما است. چنگ زدن ما و شما بر اسمان اعلا، به قرآن عظیم شأن و به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و به شرایع، به مقصد به روایات و به آثار بزرگان ما هست. اگر همه کار نکردیم شیطان ملعون همراه این رفیقش دجال میتونه که ما را پراکنده کند. برای کاری بسیار لازم نیست. مسلمان به مسلمان جنگ میدازد، ثمرش استفاده بردن میبینید. متاسفانه وقت تمام شد. دعا میکنیم که پروردگارا از شر دجال ملعون که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم این امت تحذیر میداد و به تو پناه میبرد، ما پناه میبریم زیرا ما عاجز هستیم. خدایا خداوند قدمان اون راسخ و استوار در اسلام بزرگ بدار. خداوند نگذار که این دجال با لشکری منفورش مردم مسلمان گمراه سازد. پروردگار عاقبت کارمون به خیر انجام ده و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر و پیروز گردان. اللهم انا نعوذ بک من الكفر والفقر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا ارحم.